سلام دوستان عزیز، امید که هر کجای دنیا هستید جور صحتمند و سرحال باشین. ما در خدمت شما هستیم تا پایان برنامه امروز شام با 11. امید که شما هم برنامه را بیننده و ما رو تنها نگذارید. طبق روال هر روز ما تنها نیستم، همکارم در کنارم هست. سلام، وقت شما بخیر. سلامونه تاسو ته ګرانو لیدونکو ته خواږو دوستانو، بیا هم ځانګړی سلام تاسو ته چې د شام به 11 خپرونه له 11 نړیوال تلویزیون څخه ګورئ. زه فیروز قریشي او زما ګرانه همکاره بېنظیر حق دوست تاسو په خدمت کې یو ساعت یو. په دې خپرونه کې موږ تاسو ته معلومات چمتو کړي دي، مثلا ګزارشونه لرو، اقتصادي ګزارشونه لرو، د معلوماتي برخې معلومات لرو، همدارنګه ډېر نور معلومات دي چې دا به تاسو ته په خپرونه کې په نوبت سره نشر کړو. بله دوستان عزیز، بر روال هر روز ما برنامه را آغاز میکنیم و در اول که موضوعی را ما در نظر گرفتیم گزارش از ولایت نیمروز و انتقال مقبره کمال خان. مؤسس بنیادگذار بند کمال خان ایره ما بیشتر درباره از این معلومات و همی که انتقال میتن به خود ویدیو میبینیم. بله دوستانو، راځي چې ورشو په د خپرونې فایل له نیمروز ولایت نه یو راپور لرو چې د کمال خان مقبره، یعنی د بند کمال خان مؤسس او بنیادگذار ده، د هغه مقبره د بازسازي د بیا جوړونې لپاره یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شوی. زموږ همکار مایار صاحب په دې اړه گزارش چمتو کړی ده، یو ځای ګورو. بله. مقبره کمال خان سنجرانی، مؤسس و بنیانگذار بند کمال خان ولایت نیمروز، در یک مراسم ویژه با حضور داشت روگل خیرزاد، معاون اجتماعی و اقتصادی ولایت نیمروز، شورای ولایتی، بزرگان اقوام و فرهنگیان به مکان مناسب انتقال یافت. این در حالی است که این مقبره در کاسه یا بند کمال خان قرار گرفته بود که با آبگیری این بند سبب تخریب این مقبره می شد. واقعا کمال خان شخصی بود که نماد وحدت ملی، نماد همبستگی و برادری و برابری را پیش می برد. امروز ما شما شاهد از این هستیم که بعد از چندین سال به ایسو امروز ما جمع شدیم و خاطر شخصیت بزرگی که خدمات برازنده ای را از خود به جا گذاشته، یادگار خیلی بزرگی را از خود با ما میراث مانده، امروز جمع شدیم و ما مقبره از او را انتقال میدیم. کمال خان یو ملي شخص و هغه په ټولو پورې مربوط دی، ځکه د هغه سره یو ملي فکر و. تاسو چې نن وینئ دا د کمال خان بند به یو ملي پروسه ده، د ده په نوم چې نومول سوی دی. په دې خاطر یو شی چې وضاحت ټولو دوستانو ته ورکړم، ولې موږ دا مقبره انتقال کړله دلته، د دې سوال جواب دا دی ځکه هلته موږ غوښتله چې دا مقبره هلته هم ارامګاه جوړه کړو، خو په خاطر د دې چې هغه ځای اوبه راتللې او دا قبر تر اوبو لاندې کېدی، نو دغه ځای مو مناسب وبلئ. د دې دپاره مو یو کمیټه جوړه کړل چې په هغه کمیټه کې ډېر ریاستونه سته او د ټولو څخه زه مننه کوم. این بند با چوب بسته، اون زمان با چوب بسته و همین قومه، همین بزرگا، همین افغانستان، ملت افغانستان این اومده این بند با اون همکاری اون بستان و در مقابل دشمن، حتی دشمنای خارجی اینجا خودش همین قلعه خران، قلعه افضل که میگن افضل پسرش بوده، 10 تا پسر داشته، 9 تا دختر داشته و این همینجا خودش نگهبانی داده، پاسبانی داده، کشته شده برای همین خاک، برای همین خاک بیگانه را اجازه نداده بیاید. کمال خان سنجرانی شخصیت ملی که حدود 700 سال قبل به فکر مهار آبهای سرگردان در کشور شد. شورای ولایتی و بزرگان اقوام بر حفظ وحدت ملی تاکید دارند و بند کمال خان را یکی از سرمایه‌های ملی در کشور می‌دانند. کمال خان برای خود و برای فامیل خود فکر نمی‌کرد، برای احیای مجدد سیستان بزرگ فکر می‌کرد، یعنی تمام مردم در بر می‌گرفت. و امروز هم امو دید ملی که کمال خان داشت می‌بینیم که در این پروگرام و تشییع جنازه و در حالی که فرسنگار را از مرکز ولایت نیمروز که زرنج باشه امرا مشکلات داره و حتی ما مهمانانی داریم که از بیرون ولایت آمدن، تمام اقوام چه بلوچ است، چه پشتون است، چه دیگه اقوام هستند و ملیت هستند در تشییع جنازه از شرکت می‌کنند و این پیام وحدت، برادری، برابری و یک پارچگی را با خود داره. سردار کمال خان بند وقتی که بسته کرده برای تمام مردم، شخص ملی بوده،
شخصی بوده که تمام مردم در اینجا که زندگی کردن به صد ما شما چندین هزار نفر اگر بیان اینجا میتونن که زندگی کنن، چون اون وقتا این آب تقسیم شده و اونا در همین منطقه تا پای جان خود از این بند محافظت کردن. وظیفه پسران و نوهای او ای است که تمامشان دست به دست هم بدن، کلگی از پشتون بلوچ تمامشان باید این بند نگاه داریم. این بندی است که سرنوشت ما و شما، زندگی ما و شما به می بند است. این یادگار سردار کمال خان است که ما باید نگاه داریم. سردار کمال خان سردار ولایت نیمروز بوده. ما و شما افغان هستیم، همه ما و شما ملیت ها را بگذارین. 42 سال است که جنگ است، هر روز پشت قوم و زبان میگردین. از تورخم تا هرات، از بدخشان تا رباط، این خانه مشترک ما و شماست، این خاک ما و شماست. همینطور که ما به کمال خان افتخار میکنیم، شما همه نیاکان داشتین. چی از هرات هستین، چی از کابل هستین، چی از قندهار هستین، چی از مزار هستین. همه و شما ما و شما به نیاکان خود افتخار میکنیم. و کمال خان تنها کمال خان نبوده. بعد از کمال خان ما آل سردارای داشتیم و داریم، مثل سردار علی مردان خان لوارزی که چشم چراغ بلوچ است، مثل سردار رحمت الله خان رحمت خان. اینا همه سردار هستند و همه ما با نام سردار کمال خان افتخار میکنیم. کمال خان یک سرباز بوده با قوم بلوچ از این خاک حراست کرده. چند دفعه با انگلیسی ها روبرو شده، چند دفعه با ایرانی ها روبرو شده، اما مردانه این خاک از خود دانسته، نظام از خود دانسته، افغانستان از خود دانسته. حیثیت، حرمت، آبروی افغان خود کمال خان نگفت ما بلوچ هستیم، گفت ما افغان هستیم. بنده کمال خان یکی از زیربناهای مهم در کشور بوده که با تکمیل شدن این بند 9 مگاوات برق، هزارها هکتار زمین و حدود 152 میلیون متر مکعب آب ذخیره خواهد شد. آرش مایار، تلویزیون 11 ولایت نیمروز. ګرانو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست له 11 ماښام خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې یو. په دې ورځو کې هوا هم لږ ذره یخه شوې ده او د کابل امنیتی وضعیت هم لږ ذره د هوا په شان خراب شوی ده. بله، واقعا که آب و هوا هم در این روزها بسیار خراب است به دلیل از اینکه مردم ما استفاده از مواد سوختی درست نمیکنن و همچنان مواد سوختی بی‌کیفیت و همین موترها و ماشین‌های کونه که در سرک هستن واقعا هوا را خراب دقیقاً. علاوه له دې نه چې هوا خرابه شوې ده، یخ هم زیات ده، نو خلک به لږ ورزش او سپورت هم کم کړی وي، نو دوی په کورونو کې هم لږ ذره ستونزو سره مخ شوي، ځکه ورزش هغه څه ده چې باید روزمره انسان هغه ترسره کړي. بله دوستان عزیز، خوب است که ما همیشه ورزش کنیم، چرا که بر صحتمندی ما و واقعا فعلا قسمی که میبینیم یگانه راه صحتمندی ما ورزش کردن است. اما ورزش کردن هم باید اگر در فضای باز باشه، در یک فضای باشه که ما بتونیم مو اکسیژن را که دوباره میگیریم بتونیم ما صحتمند و یک مرض دیگر به بدن وارد نشه. مثل که آب و هوای کابل خیلی خراب است، وقتی ما میریم بیرون ورزش کردن دقیقاً که مو آب و هوای خراب پس استشمام میکنیم، میتونه ما رو به امراض قلبی و نفس تنگی مبتلا بسازه. خپل ورزش کوي؟ بله، ما بعض وقت تمرین میکنم و چند مدت هم در کلاب تمرین میکنم، اما فعلا که مصرفیت درسا شد دیگه در خانه تمرین میکنم. صحیح ده. نو ور بشو لیدونکو سره به یو ځای د ورزش له نړۍ نه خبرونه وورو. بله دوستان، خوب است که خبرهای ورزشی را با هم ببینیم، در ادامه با ما باشیم. له موږ سره اوسئ. لوئیس همیلتون قهرمان فرمول 1 به جایزه بهترین ورزشکار سال بریتانیا را به خودش اختصاص داد. شبکه BBC اسپورتس یک شنبه شب جایزه بهترین ورزشکار سال بریتانیا را اهدا کرد و این جایزه به لوئیس همیلتون رسید. قهرمان فرمول 1 که در سال 2020 با رسیدن به رکورد 7 قهرمانی میشائیل شوماخر را تاریخ ساز شد. رقیبی جدی مثل جردن هندرسون کاپیتان لیورپول را داشت، اما در نهایت به این جایزه رسید. هندرسون در جایگاه دوم قرار گرفت و نفر سوم هم هالی دیویل سوارکار
بریتانیایی شد. این راننده انگلیسی امیدوار است پس از فصل 23 مرحله سال 2021 و کسب یک عنوان قهرمانی دیگر به موفق ترین راننده تاریخ فرمول 1 تبدیل شود. بسیاری از بازیکنان مطرح دنیای فوتبال به رسوم و آیین قدیمی خویش ارج گذاشتند و از طریق شبکه‌های اجتماعی به هواداران خویش کریسمس را مبارک باد گفته و عکس‌هایی از خود در کنار خانواده‌هایشان نشر کردند. با گزارش از رسانه‌ها کریسمس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی داشت از زادروز حضرت مسیح برگزار می شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دسامبر نیز برگزار می کنند. با وجود تهدیدات ویروس کرونا امسال این جشن همچنان با شکوه برگزار شد و بسیاری از بازیکنان مطرح دنیای فوتبال بر رسوم و آیین قدیمی خویش ارج گذاشتند و از طریق شبکه‌های اجتماعی به هواداران خویش کریسمس را مبارک باد گفتند و عکس‌هایی از خود در کنار خانواده‌هایشان نشر کردند. مبارز شکست ناپذیر سابق دسته سبک وزن جهان به احتمال بازگشتش به میدان مبارزات واکنش نشان داد. حبیب نورمحمدوف مبارز معروف روسی که چندی پیش از دنیای حرفه‌ای مبارزات آزاد جهان خداحافظی کرد در واکنش به مصاحبه اخیری رئیس سازمان UFC مبنی بر احتمال بازگشت وی به میدان با وجود اعلام بازنشستگیش واکنش نشان داد. حبیب در این خصوص گفت می‌خواهم 5 سال آینده را بیشتر با آموزش اختصاص دهم. سال آینده تحصیلات دانشگاهیم تمام می شود و باید دفاع ارائه کنم. می‌خواهم جای حضور پیدا کنم که مفید باشم. این به معنای سیاست بزرگ نیست. بدون اینکه سیاستمدار بزرگ باشم میتوانم مفید باشم. همین برای من کافی است. این مبارز مشهور روسی در پایان اظهار داشت تعداد گوسفند خریدم و مشغول کشاورزی هستم. البته گاو پروری هم دارم. تمایل دارم تا در این حوزه کارم را توسعه دهم و پیشرفت کنم. ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی که در آخرین مبارزه با ناک اوت فنی جاستین گاتز حریفش از ایالات متحده را شکست داد. گفت که دیگر مسابقه نمی کند. نورمحمدوف گفته بود که او به مادرش قول داده که این مبارزه آخرین مسابقه اش خواهد بود. بله دوستان دوباره شما را خوش آمدید میگم در برنامه شام با 11. ما هست مهمان خانه شما تا 1 ساعت دیگر و شما هم ما رو تنها نگذارین و همچنان خبر ورزشی رو با هم دید. واقعا په زړه پورې معلومات ول د جهان له مختلفو ځایونو څخه نو دې برخه کې د ټکنالوژي معلوماتي نه خبرونه چمتو کړي دي. مخکې له معلوماتي ټکنالوژۍ نه ستا نظر سره د معلوماتي تکنولوژی په اړه؟ بله واقعا که تکنولوژی امروز خیلی پیشرفت کرده و همچنان تمام از ما میتونیم بگیم که از برکت علم است. همین علم و مطالعه مردم هر قدر که بیشتر شه میتونیم نه تنها از تکنولوژی بلکه از هر مورد ما میتونیم پیش بریم. خب از دوستان با هم گزارش تکنولوژی رو ببینیم برمیگردیم. تکنولوژی خبرونه وګورئ بیا هم له موږ سره اوسئ. دوچرخه الکتریکی کوبایسی یکی از خلاقانه ترین دوچرخه های برقی دنیا به شمار می رود. این مدل دوچرخه به یک موتور الکتریکی کوچک مجهز است که در پایدل زدن به دوچرخه سوار کمک می کند. انرژی مورد نیاز این موتور الکتریکی از طریق یک باتری قابل شارژ تامین می شود. دوچرخه الکتریکی کوبایسی برخلاف دوچرخه های نسل پیشین خود برای تفریح و سرگرمی توصیه می شود. دوچرخه کوبایسی به هشدار دهنده نوری مجهز است به طوری که هنگام گرفتن چراغ عقب آن روشن می شود. این محصول بسیار سبک بوده و با وزن 16.9 کیلوگرم و باتری قابل حمل تولید شده است. شرکت سازنده ادعا کرد که این دوچرخه قادر است تا 70 کیلومتر در ساعت حرکت کند. The bike comes more or less pre-assembled. You only need to adjust the handlebar as it's facing downwards and simply screw on the pedals. هدفون های نرالو به فوانوری های مانند حذف صدای محیط، حالت شفافیت و همچنین امکان دریافت صدا از منبع خارجی توسط کیبل با جک 3.5 میلیمتری مجهز است. به نظر می رسد با یک بار شارژ کردن می توان تمام روز از این هدفون ها استفاده کرد. قیمت این هدفون $199 ارزیابی شده است.
دوربین ویدیو کنفرانس میتینگ اویل پرو. دوربین ویدیو کنفرانس میتینگ اویل پرو ظاهر شبیه به جاکت دارد و دارای چندین میکروفون و سیستم بلنگو است. این دوربین دید 360 درجه ای از محوطه اتاق را در اختیار کاربران قرار می دهد. نسبت به نسل‌های پیشین خود بسیار قدرتمندتر بوده و قادر است که ویدیوهای با کیفیت 1080 را ثبت کند. قطعات این دوربین به گونه طراحی شده است تا در آینده قابلیت ارتقای بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، تولید ذکر شده به فناوری اینتلیجنت اتنشن سیستم مجهز است. بنابراین می تواند مکان بلنگوهایی را که افراد در حال صحبت کردن با آنها هستند تشخیص دهد و بر صدای پخش شده متمرکز شود. قیمت این محصول $1000 است. Doesn't that feel a bit better? So we're going to do a quick round of introductions and then we're going to dive into the text. ساعت هوشمند موتو 360. ساعت هوشمند موتو 360 نسل 2 یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند موجود در بازار بوده که بر علاوه زیبایی از کیفیت کارایی بالای نیز برخوردار است. صفحه نمایش 1.56 اینچی این ساعت به شکل دایره است و از رزولوشن 290x320 تراکم پیکسل 205 بهره میبرد که با یک لایه ضد خرش محافظت می شود. جنس بدنه این ساعت هوشمند از استیل ضد زنگ و بندهای فلزی آن نیز قابل تعویض است. این ساعت دارای 512 مگابیت حافظه و 4 گیگابیت حافظه داخلی بوده با سنسورهای ضربان قلب، گام شمار، بلوتوت ورژن 4، فناوری شارژ بی سیم و ارتباط بلوتوت با هدفون مجهز است. انرژی مورد نیاز این ساعت از طریق یک باتری 320 میلی امپر ساعت تامین می شود. قیمت ساعت جدید $300 ارزیابی شده است. Now, we've been given plenty of reason to be dubious about licensing deals like this. When Hasselblad lent its name to the old Motomod accessory for Moto Z phones, the results were not that great. And the new Palm phone has nothing to do with the trailblazing company. ګرانو لیدونکو بیا هم سلامونه په دې هیله چې د معلوماتي تکنالوژي برخې خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. بله دوستان عزیز، ادامه برنامه شما با 10 است و ما هم هستیم در خدمت شما و گزارشی از تکنولوژی معلوماتی رو با هم په دې ورځو کې کرونا هم ده، مرزونه هم له افغانستان سره تړل شوي دي، خو بیا هم پاکستان ته د کالیو قاچاق جریان لري. بیا هم یو تعداد مواد پاکستان ته قاچاق کیږي. نو دا چې مرزونه تړل شوي دي، سرحدونه تړل شوي دي، افغانستان اقتصاد ته به هم ضربه رسیدلی. بله 100%. دوستا همگی ما شما میفهم زمانی که مرزها بسته باشه همون صادرات و واردات نمیتونه درست ادامه پیدا کنه و این خیلی ضربه بزرگ میخوره. بله چې علاوه له دینه چې اقتصاد ته ضربه رسیدلې ده، کیدای شي د اقتصاد په برخه کې نور هم څه لاسته راوړنې ولرو. ورزو اقتصادي خبرونه به وګورو. درست است دوستان عزیز، خوب است که در قسمت از برنامه گزارشی از خبرهای اقتصادی را با هم ببینیم. در ادامه با ما باشید. لمنگ سره اوسئ، موږ له تاسو سره استو. قاچاق کالاهای مختلف از پاکستان به افغانستان در سال روان مالی 50% کاهش یافته است. بر اساس اعلام هیئت درآمد و بودجه دولت مرکزی پاکستان در سالهای گذشته به نام تجارت ترانزیتی به افغانستان بسیاری از محصولات از پاکستان قاچاق میشد که این امر به صنعت محلی آسیب میرساند و درآمد دولت را کاهش میداد. در سال روان مالی و در 5 ماه نخست آن واردات برگ چای، تایر موتر، پوشاک و منسوجات، صنایع الکترونیکی 86 میلیارد روپیه یا 50% کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. مدت‌ها است دولت پاکستان مدعی است که محصولات این کشور به نام تجارت ترانزیتی به افغانستان قاچاق و از آنجا دوباره وارد پاکستان می‌شود که این موضوع درآمد دولت را به شدت کاهش داده است. بر پای این گزارش طی 5 ماه نخست سال روان مالی افغانستان کالاهایی به ارزش 82.5 میلیارد روپیه از پاکستان وارد کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 168 میلیارد روپیه در قالب ترانزیت و قاچاق بوده است. در این دوره دولت پاکستان 93.70 میلیارد روپیه درآمد کسب کرده که 31.48 میلیارد روپیه بیشتر از مدت مشابه سال مالی پیش است.
کاخ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که تا 1 سال دیگر حقوق تمام کارمندان دولت از طریق بانک ها پرداخت خواهد شد. به نقل از رسانه ها فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که برای فعالسازی خدمات بانکی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت کار جدی جریان دارد. بانو مورچل تصریح کرد که بر اساس برنامه دولت این بانک ها خواهند بود که تا 1 سال دیگر معاشات تمام کارمندان ملکی و نظامی را اجرا خواهند کرد. معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان می‌افزاید پرداخت معاشات کارمندان دولت به هدف مبارزه با فساد مالی و جلوگیری از حیف و میل امتیازات کارکنان دولتی توسط ماموران بلند رتبه صورت می‌گیرد. دولت افغانستان برای مبارزه با فساد گسترده اداری به جامعه جهانی تعهد داده است. کمیته صحت محیطی در بدخشان 6 تن مواد خوراکی را در 1 ماه گذشته از دکان‌ها و خوراک فروشی‌ها گردآوری شده بود را با آتش کشید. گزارش رسانه‌ها محمد اکلیل بیگ نماینده رئیس کمیته صحت محیطی به خبرگزاری نشانه گفت که این کمیته نظر به فیصله نشست‌های 6.5 طی 1 ماه گذشته بیش از 6 تن مواد خوراکی تاریخ گذشته را به ارزش نزدیک به 1 میلیون افغانی جمع‌آوری نموده و آتش زدند تا از فروش آن بالای مردم جلوگیری شود. مقامات صحی بدخشان میگوید که از بازارگانان خواستند تا مواد خوراکی بی‌کیفیت را وارد کشور نکرده و مواد را پس از گذشت تاریخ مصرف به مردم نفروشند و مردم نیز باید به تاریخ انقضای اجناس دقت کنند. مردم بدخشان از این تصمیم استقبال کردند. نخستین و محبوب ترین ارز دیجیتال با افزایش 1.31% برای اولین بار از مرز $24,000 عبور کرد. قیمت بین کوین در روز یکشنبه به بیش از 1.31% افزایش یافت. بر اساس اطلاعات بازار معاملات ارزش محبوب ترین ارز دیجیتال برای اولین بار به بالای $24,000 رسید و رکورد تاریخی دیگری را شکست. با توجه به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ارز دیجیتال و بیت کوین، میزان تقاضا برای این ارز افزایش یافت و ارزش آن در حال صعود است. بر اساس گزارش پارتل کوین مارکت کپ که میانگین قیمت بیش از 20 صرافی را محاسبه می کند، از نیمه شب گذشته بین کوین با افزایش 1.90% با $24,204 رسید. اتریوم که به یکی از پرتقاضاترین ارزها تبدیل شده با کاهش 1.8% به قیمت $654 رسید. بیشترین تقاضا در ارزهای دیجیتال نیز مختص بیت کوین کش، اتریوم و ریپل است. ګرانو لیدونکو بیا هم سلامونه، یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له 11 تلویزیون د شنبه 11 خبرونو سره یو ځای شوي دي. نو ګرانو لیدونکو تاسو اقتصادي خبرونه ولیدل، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. بله دوستان خوب است که در قسمت از برنامه وقفه کوتاه را داشته باشیم، در ادامه با ما باشید. زو یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم شنبه 11 خبرونه جریان لري. بله دوستان عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگیم در بخش دوم برنامه شام با 11. ما هم معلومات را که تقدیمتان میکنیم امید که بر شما هم مفید واقع شود. بالکل. نو د افغانستان لومړنۍ ښځینه سندرغاړې رخشانه هغه په امریکا کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، یعنې وفات شوې ده. دا لومړنۍ ښځینه سندرغاړې وه چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې سندرې ویلې. بله دوستان عزیز، رخشانه یکی از آوازخوان‌های مشهور و دوران اول کشور ما که واقعا نامش پرآوازه است و فعلا هم خیلی علاقمند زیاد را داره. بله. که در کشور آمریکا درگذشت. بله درگذشت. نو په همدې اړه موږ تاسو ته یو لنډ کلیپ چمتو کړی ده. د کلیپ ترڅنګ د رخشانې یو دوه سندرې دي، هغه هم در سره اورو. ورزو معلومات ګورو، بعد له معلوماتو بیا هم له موږ سره اوسئ. بله دوستان در ادامه با ما باشید. خانواده
شاولی ترانه‌ساز از آوازخوانان و موسیقیدانان پیش‌گسود از نزدیکان خانم رخشانه در امریکا بودند. با انتشار عکس‌های از او نوشتند که او به یکشنبه شب 30 قوس درگذشته است. خانم رخشانه یکی از محبوبترین و مشهورترین خواننده‌های افغانستان در دهه‌های 1340 و 1350 در این کشور بود. رخشانه از مشهورترین چهره‌های موسیقی افغانستان در دهه 1340 و 1350 خورشیدی بود. خانم رخشانه متولد کابل، فرزند اصیل خان وزیری، یک ژنرال 4 ستاره ارتش افغانستان و متعلق به خانواده‌ای در جنوب افغانستان بود. گروه آوردن او با موسیقی نوعی است تا بوشکونی محسوب می‌شد. از او آهنگ‌های زیاد به زبان‌های فارسی و پشتو به جا مانده است. احمد ولی، خواننده پیش‌گسود افغان، در صفحه فیسبوک خود رخشانه را از پیشگامان آوازخوان زن در افغانستان خوانده است. احمد سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز گفته که خانم رخشانه یکی از نخستین آوازخوانان زن بود که نقش بزرگی در نهادینه شدن جایگاه زن در موسیقی دارند. هارون یوسفی، طنزپرداز و رئیس سابق تلویزیونی ملی افغانستان، میگوید شهرت خانم رخشانه در حدی بود که تقریبا در تمام سفرهای رسمی فرهنگی در آن زمان حضور داشت. رخشانه پس از مهاجرت انزوا اختیار کرد و به کار موسیقیش ادامه نداد. هارون یوسفی در سال 2008 در برنامه استودیوی شماره 7 BBC با رخشانه مصاحبه کرد. این نخستین مصاحبه خانم رخشانه پس از چند دهه دوری از رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی بود. رخشانه در پی تحولات سیاسی قبل از دهه 1360 از افغانستان به آمریکا مهاجرت کرد و از او 2 فرزند به جا مانده است. او از 40 سال قبل از به این طرف با خانواده‌اش در آمریکا زندگی می‌کرد. اولین آهنگ رخشانه در رادیوی کابل آهنگ ای دل دستانم، آرام جانم، بشنودم آه و فغانم بود. رخشانه بعد از آهنگ چشم سیاداری قربانت شوم من را خواند. این آهنگ نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، تاجیکستان نیز معروف شد. پس از او احمد ظاهر این آهنگ را خواند. بله دوستان عزیز، ادامه برنامه هست و بخش دوم برنامه و همچنان معلومات در مورد زندگی نامه رخشانه، یک از آوازخوانان پروازه کشورش دیدیم و خدا کنه که همون معلوماتشان بر ما مفید واقع. بله، په دې هیله چې معلومات مو خوښ شوي دوستانو، په دې برخه کې مو تاسو ته د بلخ ولایت په اړه معلومات چمتو کړي دي. دا به لیدونکو سره یو ځای وګورو. بله، واقعا که افغانستان خیلی جاهای زیبایی داره، خصوصا ولایتش که اگر امنیت افغانستان خوب باشه خیلی زیبایی هایی داره که مردم میتونه در اونجا بره و تفریح بکنن. بله، په دې هیله چې په هیواد کې سرتاسري سوله راشي چې ترڅو ټولو ولایتونو څخه لیدنه وکړو، له بلخ نه نیولې تر جلال آباد او له جلال آباد نه نیولې تر نیمروزه، له امو تر اباسین په ټولو ځایونو باندې ښه په ډاډه زړه وګرځو. بله دوستان، خوب است که در مورد ولایت زیبای بلخ هم بریم، یک گزارش رو ببینیم، در ادامه با ما باشید. بلخ یک از ولایات مهم شمال افغانستان است که از ولایات درجه اول به سطح کشور محسوب می شود. شهر مزار شریف مرکز این ولایت هست که از نگاه تجارت و ارزش سیاسی حیثیت شهر مرکزی شمال نیز دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. ولایت بلخ در 29 درجه و 31 دقیقه عرض البلد شرق و 68 درجه و 28 دقیقه طول البلد شمال موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان تشکیل کرده.
در شرق با ولایت کندوز و سمنگان، در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایت سرپل و سمنگان همسرحد است. مساحت ولایت بلخ به اساس اداره احصایی مرکزی 16480 کیلومتر مربع بوده که 2.84% مساحت تمام کشور تشکیل می دهد. نفوس این ولایت به اساس معلومات احصایی مرکزی در سال 1390 هجری شمسی 12,19,200 تخمین شده که 66% آن در قریجات و 34% آن در شهرنشین است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در فصل زمستان بسیار سرد می باشد. فصل بهار آن به شکل عمومی مرطوب و بارانی است که درجه حرارت در آن 43 سانتیگراد می رسد، اما در فصل زمستان هوای سرد دارد که درجه حرارت آن در ماه دلو تا -2 سانتیگراد پایان می شود. در ولایت بلخ 2 حوزه آب وجود دارد که هر دوی آن از سوی جنوب و مناطق کوهستانی سرچشمه می گیرد که در غرب این ولایت ولسوالی های کشنده، زاری، شلگر، چارکند، دهدادی، چمتال، چاربلگ، بلخ، نهرسراج و دولت آباد تحت پوشش می گردد. ولایت بلخ علاوه بر سابقه تاریخی، علمی و فرهنگی خویش اکنون به سطح کشور در حوزه های علمی و فرهنگی محسوب می شود. زردشت، یما، جلال الدین محمد بلخی، رابع بلخی، ناصر خسرو بلخی، ابن سینا، دقیقی بلخی و همچون شخصیت های دیگر علمی و فرهنگی در مراحل مختلف تاریخ بر سرزمین بلخ زندگی کرده است که کارهای زیاد علمی و فرهنگی را انجام داده است. اما کارهای فرهنگی در دوره معاصر در سال 1400 هجری شمسی با چاپ نشریه دولتی بیدار به شکل رسمی آغاز شد. اکنون در ولایت بلخ تعداد زیادی از انجمنهای فرهنگی وجود دارد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال تاریخ قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات است، اما از اثر کم توجهی و خسارات رویدادهای طبیعی خسارات زیاد متقبل گردیده است و یا هم با تهدید نابودی مواجه است. بلخ که با در نظر داشت سابقه تاریخی خود لقب شهر دوم جهان را کسب کرده، هنوز هم نشانه های آبدات تاریخی که مظهر تاریخ هزاران سال این ولایت هست وجود دارد که در سالهای اخیر برخی از آنها اعمار گردیده، اما برخی بیشتر آنها هنوز هم با تهدید نابودی روبرو است. ګرانو لیدونکو، بیا هم یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا شنبه 11 خپرونې سره یوځای شوي یاست. درنو لیدونکو، شنبه 11 خپرونه د 11 نړیوال تلویزیون یوه نوې خپرونه ده چې هره ورځ له 5 نه تر 6 بجو ماښام ټیم کې تاسو ته خپریږي. نو د بلخ په اړه مو معلومات ولیدل، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. بله، واقعا که ولایت بلخ خیلی زیبا هست و خصوصا به میله گل سرخ و سالنه و خیلی مردم زیاد میشن. شما رفتین تا حالا به جشن میله گل سرخ؟ نه خیر، تر اوسه پورې ما په مزار شریف ته سفر نه ده کړی، ولې تصمیم لرم چې مزار شریف ته لاړ شم. که تاسو چیرته مزار شریف ته تللی یاست، کیدای شي که خاطره لرئ له هغې ځای نه موږ سره شریکه کړئ. خب ما خودم رفتیم خیلی زیاد، خصوصا همون راه سالنگ که میری بسیار یک راه خیلی تو هیجان هم است و واقعا لذت بخش است، راهش بسیار زیبا هست. رفتیم ولایت بلخ خیلی زیبا است. بالکل، بلخ ولایت ډیر ښایسته ولایت ده او علاوه له دې نه چې هلته په نوروز کې یا نوي کال کې سخي صاحب زیارت ته خلک مرځي، مزار شریف نه ډېر زیات لیدونکي لري هغه ولایت. په دې هیله چې یو ورځ موږ هم لاړ شو. نو څنګه دې خوښه ده چې یو څو نوې موضوعګانې لیدونکو سره شریکې کړو. په 2020 میلادي کال کې 10 هغه ښځې چې ډېر زیات عاید ترلاسه کړي دي، لیدونکي په تصویرونو کې ګوري، دا هغه ښځې دي چې د یوټیوب له لارې پیسې ترلاسه کړي، همدارنګه د تلویزیوني خپرونو له لارې پیسې ترلاسه کړي دي. تصویرونه له تاسو سره شریکوو او ګورئ. بله دوستان، خوب است که در قسمت ما یک خبر بسیار جالب تقدیمتان بکنیم که ماموران امنیتی در میدان هوایی لاس وگاس مرد را بازداشت کرده که میخواست به بالهای طیاره سفر کند. این واقعا خیلی جالب است، یعنی داخل طیاره جایی نبوده یا میخواست در بالش سفر کنه و یا هم تو زه چې څومره فکر کوم ده به دا تصمیم درلوده چې ریکارډ جوړ کړم یا هم شهرت پیدا کړم په رسنیو کې، لکه اوس چې څنګه په 11 تلویزیون کې یادېږي همداسې په نورو رسنیو کې هم یاد شي. بله دقیقا.
بله دوستان عزیز، برنامه ما هم ادامه داره. در قسمت از برنامه وقفه کوتاه داریم، در ادامه با ما باشید. زو یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ. بله دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید در ادامه برنامه شنبه 11. بله لیدونکو، په دې هیله چې له موږ سره خسته شوي نه اوسئ، د خپرونې درېیمې برخې ته راغلو او په دې برخه کې به تاسو ته د سینما نه همدارنګه یو طبي مطالب هم تاسو ته وړاندې کړو. د سینما په اړه خبرونه دي و هغه فلمونه چې د اسکال جایزې ته کاندید دي د 2021 کال لپاره. لیدونکو سره به وګورو چې دا کوم فلمونه دي ولې دا کاندید شوي دي. په دې اړه معلومات دي، دا ول موږ سره یو ځای وګورئ. بله دوستان عزیز، خبرهای سینما را میبینیم که کدام فیلم بهترین جایزه را گرفتن در اواخر. در ادامه ما با شما هستیم. A 1, a 2, a you know what to do. 16 فیلمی که احتمالاً در اسکار 2021 با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بلک باتوم ماری ویک بوزمن توجه بسیاری را به این اقتباس از داگلاس ویلسون جلب کرده است و به عنوان آخرین فیلمش خوش درخشیده است. در کنار آن حضور ویولاس دیویدز در دکور زیبایی مربوط به سال 1920 به کارگردان جورسیو لیف را که میتواند در صدر فیلم های امسال باشد دست کم نگیرید. Where's the horn player? I got a friend. Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit. You call that playing music? I know what I'm doing. سرزمین آواره ها فرانسیس مکدورمند که دوباره برنده اسکار شده است، برای سومین اسکارش در داستانی از زنی که به دنبال رکود بزرگ امریکا سبک زندگی کوچ‌نشین را میپذیرد به رقابت میپردازد. کارگردان این فیلم گلوئی ژائو که گویا توجه منتقدان را جلب کرده، به تازگی پس از کسب جایزه از جشنواره تورنتو و وینز جوایز برتر منتقدان بوستون را هم به دست آورده است. Is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart I'll see you again. من روایت داستان نویسنده فیلم همشهری کن توسط دیوید فینچر در راستای موضوع که دوست دارد اسکار با آن عطا شود که در کل در دسته فیلم قرار می گیرد درباره هالیوود ساخته شده‌اند. انتظار می رود فیلم پر جزئیات فینچر با بازی های شگفت‌انگیز تقریبا در همه رشته ها نامزد شده باشد. William Randolph Hearst. Ready and willing to hunt the great white whale? Just call me Ahab. دادگاه شیکاگو با به تصویر کشیدن کشوری که با اختلافات نژادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند، کارگردان آرون سورکین محاکمه برجسته 1968 را در راستای بسیاری از مسائلی که امروز هم با آنها سر و کار داریم بازگو می کند. نوشته های سورکین که قبلا برای آنها برنده اسکار شده بود و گروه قوی شیکاگو هفت جایگاهشان را در این رقابت حفظ خواهند کرد. یک شب در میامی، ریجیا کینگ در اولین نامزدی بازیگری خود اسکار گرفت. آیا می تواند با اولین کارگردان هم این افتخار را دوباره کسب کند؟ با تمرکز بر 4 رهبر نمادین حقوق مدنی، مالکوم ایرکس، محمد علی کلی که در طول فیلم های همچنان کاسیوس نامیده می شود، سام کوک و جیم براون نشان داده است که او در پشت دوربین به اندازه مقابلان با استعداد است. We have to be there for each other. Heard everybody rich, all I gotta do is run, jump, kick, I'ma get in your area. I done made it to America. I'm a
ګرانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. شنبه 11 خپرونه ده، ستاسو په درانه خدمت کې یو. د خپرونې په دې برخه کې مو تاسو ته مطلب چمتو کړی چې څنګه له چاقی نه یا چاقیدو نه مخنیوی وکړو. بله، واقعا یک موضوع هست که خیلی کسایی که به این مشکل یعنی روبرو یا مواجه هستن میتونن این ویدیو را بیننده باشه و بتونن ازش یک نتیجه مثبت را بگیرن. بله، زیاتره خلک دی غواړي چې چاق شي، لکه ما غوندې زه خپله غواړم چې چاق شم، ولې نه چاق یم. بعضې خلک غواړي چې لاغر شي، یعنې ځان وچکي. نو هغه کسان چې غواړي له چاقېدو نه ځان وژغوري، په دې اړه مو یو ښایسته مطلب تاسو ته آماده کړی ده. څنګه د خوا د لیدونکو سره یو ځای وګورو. بله، میبینیم با هم. اما در وقتایی که ایام کرونایی هست و قرنطین، مردم هم زیادتر که در خانهشان میباشن از این وضعیت واقعا رنج بله بالکل. ځکه ټول خلک ډوډۍ خوري او په کور کې ناست وي، چا خبره کور کې خانه نشین وي، نو د هغوی لپاره دا مطلب ډیر ګټور ده. مطلب ګورو. بله. از چاقی جلوگیری کنید. داشتن اضافه وزن خطرناک است چون که خطر ابتلا به دیابت در میان کسانی که چاقند یا اضافه وزن دارند بیشتر است. اگر غذای غیر صحی میخورید و تحرک ندارید باید متوجه عواقب آن باشید، چون که در این صورت دچار شدن به دیابت تقریبا قابل پیش بینی است. هر کسی ممکن است به دیابت نوع 2 مبتلا شود و هر کسی میتواند از آن جلوگیری کند. تحرک داشته باشید. قرار نیست خود را برای ماراتون آماده کنید. روزانه میان 30 تا 60 دقیقه ورزش و تحرک کمک کننده است. بسیاری میگویند برای ورزش وقت ندارند، اما این بهانه بیش نیست. شما می توانید ورزش را با زندگی روزمره‌تان درآمیزید. مثلا به جای رفتن به سر کار با موتر، با بایسکل یا پای پیاده بروید. به جای استفاده از لفت از زینه ها استفاده کنید. ورزش نه تنها برای صحت خوب است بلکه لذت بخش نیز می باشد. متوجه نوعیت غذاهایتان باشید. از غذاهای پرکالری و غیر صحی مانند چپس، چاکلت، کیک و پیتزا خودداری کنید. این بمب‌های کالری در بدن ممکن است منجر به دیابت شوند. در مجموع از غذاهای چرب باید خودداری شود. به جای چاکلت و کیک می توان میوه‌هایی چون سیب و ناک مصرف کرد. شاید به نظرتان غیر عملی بیاید، اما بستگی به عادت انسانی دارد. در آشپزی از مواد اولیه صحی استفاده کنید. یک قاعده طلایی این است که از چربی تا حد ممکن کم استفاده کنید. توصیه می شود که گوشت کم چربی، ماهی و سبزیجات با مقدار بسیار کم روغن آماده شوند یا با بخار آب پخته شوند. به هر اندازه که از روغن کمتر استفاده شود بهتر است. وقتی که نمی توانید از روغن صرف نظر کنید، بهتر است از روغن‌های صحی مانند روغن زیتون یا روغن شرشم استفاده کنید. از نوشابه‌های لیموناده، کوکاکولا و غیره صرف نظر کنید. این نوشابه‌ها به اندازه خیلی زیاد شکر دارند که در بدن تبدیل به کالری و چربی می‌شوند. این نوشابه‌ها برعکس حاوی عناصر مهم غذایی نیستند. میزان بالای شکر در این نوشابه‌ها نه تنها برای قافیه و فیگور انسان ضرر دارد بلکه به دندان‌ها نیز آسیب می‌رساند. به این دلیل بهتر است از این نوشابه‌ها کم بنوشید یا هیچ ننوشید. الکل ننوشید. برای بسیاری ها در کشورهای غربی نوشیدن یک گلاس واین یا بیر آب جو یک امر عادی است. این در حال است که 100 میلی گرم بیر حدود 40 کالری و همین مقدار واین 300 کالری در خود دارد. الکل علاوه بر آن منجر به چاقی می شود که برای میزان قند خون بد است. از جانب دیگر الکل در ابتلا شدن به دیابت نیز کمک میکند. از قهوه لذت ببرید. قهوه را می توانید بدون نگرانی نوش جان کنید. دانشمندان دریافتند که قهوه حاوی عناصر است که احتمالاً بر متابولیسم شکر تاثیر دارند. به این ترتیب با نوشیدن قهوه تا اندازه علیه دیابت مقاومت میکنید. دانشمندان نوشیدن 6 پیاله قهوه را در روز توصیه میکند. وقفه بگیرید. اندک قدم زدن در وقفه نان چاشت هم بر روان خوب است و هم به جسم. به این ترتیب میتوانید از استرس کاری کم کنید. دیابت را کمتر سازید. هر گونه تحرک در وقفه کاری هم برای بدن خوب است و هم منجر به سوختن کالری می شود. خوب بخوابید. خواب آرام و عمیق بهترین دوا است و زمانی می توانیم خوب و عمیق بخوابیم که به صورت مرتب ورزش کنیم. در جریان خواب بدن انسان خود را تجدید نیرو می کند
و به این ترتیب کالری و چربی می سوزاند. آرامش و خواب خوب تنها از دیابت نه بلکه از بسیاری بیماری های دیگر نیز جلوگیری می کند. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې د چاقي په اړه چمتو شوی مطلب مو د پام وړ ګرځېدلی. بله دوستان مطالب بسیار جالب و دیدنی را در مورد چاقی دیدیم. امید که برای همگی مفید واقع شده باشه. بله نو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو څنګه د خوښه ده چې لیدونکو سره خدای پاماني وکړو. بله دوستان در اخیر برنامه قرار داریم. امید که شما هم خسته نشده باشین و هر روز به می روال برنامه ما با ما همراه یلجه باشین. بله نو لیدونکو دا د شام به 11 خبرونه چې ما فیروز قریشي او زما ګرانې همکارې بېنظیر حقجو تاسو ته وړاندې کړه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خبرونې چې یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په الله سپارم ښه شپه خامخا مو لرئ. بله دوستان عزیز بقیه روز خوش. خدا نگهدار.